شهادتهم ويسألون. حادثه خیلی تلخ و ناگواری رخ داد. سردار قاسم سلیمانی که هم در ایران و در شاید همه دنیا کسی نباشه که با نام سردار قاسم سلیمانی آشنایی داشته نباشد و یک از بعضی از مقامات حزب الله لبنان و بعضی از مقامات شبه نظامیان عراق همراه بودن در این سفر، با ایشون همراه بودن در فرودگاه بغداد. ظاهرا اونجا مورد حمله راکتی قرار گرفتند، هوایی، و به درجه رفیع شهادت رسیدن. با این جنایت با شدت محکوم میکنیم. واقعا کمتر شما در دنیا میابید کسی که اینقدر مهارت در فن نظامی داشته باشه. واقعا کمتر شما در دنیا میابید کسی که اینقدر مهارت در فن نظامی داشته باشه.